شرکت کارنوازی سریر به عنوان تغییر دهنده بازی در حوزه خدمات خودرو فعالیت خود را از سال 1384 آغاز کرد. این شرکت با اخذ نمایندگی از شرکت‌های معتبر بین‌المللی همچون کیا موتورز کره جنوبی با شماره نمایندگی 118، هیوندای کره جنوبی با شماره نمایندگی 238، میتسوبیشی ژاپن با شماره نمایندگی 1718، BYD چین با شماره نمایندگی 1729، فیات با شماره نمایندگی 118، خودرو فردا با شماره نمایندگی 204، لامانی با شماره نمایندگی 2104 و کرمان موتور KTL با شماره نمایندگی 324 در عرصه‌های مختلفی همچون فروش و خدمات پس از فروش خودرو نه تنها نویدگر حضور بازیگری جدید و قدرتمند در صنعت خودرویی کشور بوده است، بلکه موجب شکسته شدن محدودیت تنوعی خودروهای موجود در بازار ایران گردیده است. به مرور با توجه به اینکه رشته فنی رو انتخاب کردم و کار فنی رو علاقه داشتم بهش، شرکت کارنو رو به ثبت رسوندیم. امروز حدود 7 برند و خدمات میدیم و حدود 130 نفر پرسنل رو مشغول به کار کردم داخل شرکت کارنوازی. کارهایی که اینجا انجام میشه شامل صافکاری، نقاشی، مکانیکی، باتری سازی، کارهای دیتیلینگ، کار نانو، سرامیک، کاور و کارشناسی خودرو از 0 تا 100 انجام میشه برای خرید و فروش خودرو. بعضاً مشتریان هر درخواستی از بابت خودرو داشته باشن توی مجموعه ما انجام میشه و نیست کاری که توی مجموعه ما انجام نشه. تمام کارهایی که اینجا انجام میشه به صورت استاندارد و قانونی زیر نظر کارشناسان فنی خبره و دوره دیده مرکزی انجام میشه و سالهاست که ما این کار رو انجام میدیم. مشتریای وفاداری داریم توی سیستم خودمون، پرسنل خبره و باهوش و فنی. کارنوازی سریر توجه به خواسته ها و انتظارات مخاطبان ایرانی را با ارائه بهترین خدمات پس از فروش برندهای یاد شده سرلوحه کار خود قرار داده و توانسته است با جلب مشتریان این برندها کمک شایانی به رشد همه فعالان این صنعت در کشور نماید. اهم فعالیت‌های شرکت در زمینه‌های مختلف صنعت خودرو. شرکت با در اختیار داشتن پرسنل متخصص و مجرب و فراهم ساختن زیرساخت‌ها و تجهیزات لازم، خدمات متنوعی در حوزه تعمیرات خودرو ارائه می‌نماید. این شرکت یکی از بزرگترین فعالان تخصصی تعمیرات موتور و گیربکس در پایتخت بوده که تعمیرات تمامی برندهای مطرح بین‌المللی را انجام می‌دهد. اکثر بچه‌ها نیروهای جوانی هستند که اینجا آموزش می‌بینن، کسب و کار یاد می‌گیرن، اشتغال پیدا می‌کنن، تشکیل خانواده میدن و این واقعا لذت بخشه برای هم ما هم برای خودشون. از دیگر بخش‌های مهم تعمیراتی شرکت، ارائه انواع خدمات برقی انواع اتومبیل‌های بنزینی و هیبریدی است.
معمولا مشتری‌ها به مجموعه ما که مراجعه میکنن داخل خانوادهشون اگر فرض مثال کیا داشته باشن، هیوندا داشته باشن، تنوع خدماتی که توی مجموعه ما ارائه میدیم برای مشتریان جذابه و با اینکه توی این مجموعه به طور کامل کارهای فنی انجام میشه برندهای مختلف رو مراجعه میکنن به ما و راحت ترن مشتریان نسبت به اینکه توی مجموعه کارنو چند مدل و تیپ خودرو کار فنی و خرید و فروش انجام میشه. شرکت ما جزو اون دسته شرکتایی که هر زمانی شما با ما تماس بگیرین و هر مسئله، مشکل و دغدغه داشته باشین قطعا یه نفر هست که پاسخگوی شماست. 24 ساعت شبانه روز خدمات امداد رسانی داریم. شما 54 118 یا 62 774 رو بگیریم حتما پرسنل ما پاسخگوان، شما رو حداقلش اینه که راهنمایی میکنن، به شما آرامش میدن و سوالات شما رو با حوصله پاسخ میدن. همچنین این شرکت با داشتن چندین مجموعه صافکاری و استفاده از انواع روش‌های صافکاری به صورت حرفه‌ای و با پرسنل مجرب و با سریع‌ترین زمان ممکن کلیه خدمات مورد نیاز در زمینه صافکاری را انجام می‌دهد. با توجه به اهمیت موضوع رنگ خودرو به عنوان یکی از مهمترین آپشن‌های تاثیرگذار در قیمت و ظاهر ماشین، شرکت یکی از مجهزترین اتاق‌های رنگ در سطح پایتخت را در اختیار دارد. در این بخش با بهره‌گیری از علم‌روز و دستگاه‌های مدرن این امکان فراهم گردیده تا رنگ جدید همچون رنگ کارخانه‌ای با کیفیت و مقاوم و یک دست باشد. اتاق رنگ خودرو یکی از جدیدترین ابزارهایی است که میتوان به کمک آن نقاشی‌های ثانویه یا حتی رنگ‌آمیزی اولیه و اصلی خودرو در خط مونتاژ را به نحو مطلوب و یک دست انجام داد. به دلیل اینکه این مجموعه از لحاظ فنی پرسنلش آموزش کامل دیده و مسیر سرراستی از مسیر آزادی به استاد معین هستش، مشتری‌ها راحت‌تر میتونن به ما مراجعه کنن و تنوع خودرویی که و کارهای فنی که توی مجموعه انجام میشه میتونیم به 7 مدل تیپ و خودرو اشاره کنیم که توی مجموعه ما کارهای فنی انجام میشه و من خودم چون یه فرد فنی هستم پرسنلی که میان به طب آموزش میدم و مهندسین شرکت‌های مرکزی ما آموزش‌های به اصطلاح فنی رو به پرسنل ما میدن. تو مجموعه ما کامل همه چیز انجام میشه از لحاظ فنی خودرو و کارشناسی. طبیعتاً با دسترسی که داریم، با شکل شمایلی که به اصطلاح سیستم ما داره و تجهیزات و دستگاه‌هایی که ما به روز داریم، توی این مجموعه خیلی راحت‌تر مشتری‌ها میتونن مراجعه کنن و کارشون انجام بشه. تو تمام این سالا افتخار میکنیم از اینکه هر روز پویاییم، هر روز نوآوری داریم، هر روز با یه اتفاق جدید مخاطبینمون رو شگفت زده میکنیم و الان افتتاحیه نمایشگاه لاماریمون رو داریم که بتونیم خدمات بهتر به مشتریای عزیزمون بدیم. فضای شادتری رو ایجاد کردیم و اینکه خوشحال میشیم شما رو کنار خودمون ببینیم و افتخار میکنیم از اینکه برندهای ما رو استفاده میکنید و برای خدماتش هم پیش ما